درباره ملاهایی که دروغ میگویند حق یک کسی دیگر را میخورند چی گفتنی این؟ و این خیلی ملاهای خب حق خور و بیناموز. اگه برادر عزیز، انسانهایی که سواد دارن، اهل علم دارن، گناهی اونها یعنی عذاب اونها، جواب اونها با یک انسان بی سواد برابر نیست. انسانهایی که اهل علم هستند، با سواد هستند، جواب اینها خیلی سخت‌تر است در قیامت. وقتی پروردگار اهل علم ها را محاسبه میکرده در قیامت، پرسش میکرده است اینها را چقدر حکم یعنی عذاب سخت براش وقتی در قیامت گفته میشده است، اینها چقدر یعنی میگفتن با چی خاطر که امروز پروردگار ما را این قدر حکم سخت کرد، یعنی دوزخ عذاب سخت‌ترینش یکم به دوزخ رفتن از جانب پروردگار به سوی اینها خطاب میشه که لیس من یعلم کمن لا یعلم. میگفت برابر نیست امروز شخصیتی که میدونه علم داره با اون انسانی که علم نداره. یعنی انسان‌های بسواد جوابشو سخت‌تره. پروردگار در قرآن میفرماید که لما تقولون ما لا تفعلون، شما ای اهل علم ها برای چی میگویید چیزهایی که خودتون عمل نمیکنید؟ یعنی اهل علم عذابش هم سخت‌تره، جوابش هم. چی جایی که وقتی حق خوری کنه، خیانت کاری کنه، خیلی جوابی سخت داره. اکثر اهل علم ها را خداوند در قیامت محاسبه میکرده، سختگیری میکرده. میفته در دنیا چیکارگر بودی؟ بعد میفته پروردگار من عالم بودم، مردم نصیحت میکردم، پیشوا بودم، پروردگار به علم قدیمش میدونه. میفته تو برای حرمت مردم، برای شهرت دنیای کار کرده بودی، خداوند امر میکرده برش به سوی دوزخ، چون که پروردگار میدونه که در دنیا خیانت کرد، مردم فریب کرد، حقش خورد. و همین خاطر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بدترین مردم عالم های بدی هستند در بین مردم که فقط میخوان که از مردم استفاده برن. اصل اهل علم بودن، سردار بودن در شریعت اسلامی خدمتگاری هست. انا دوستای خدا میفرمایند سروری در دین ما خدمتگاری است. در دین اسلام اهل علم بودن، سردار بودن این خدمتگاری است. به نام کلان هستند اینها، نباشه در اصل اینها خدمتگارن، خدمتگار جمعیت. و همین خاطر انسان اهل علمی که یعنی نسبت به جامعه به احترامی کنه، نسبت به جامعه خیانت کنه و حق خوری کنه، خیلی عذاب و جواب سختی دارد در قیامت. پناه به خدا.